اون خانومی که مژه میکاره، ناخون میکاره، امام حسین من تو محراب مسجد نبینم، امام حسین من تو ریش نه این نیست والله قسم. شما ببینید بنده خدا تو دانشگاه گفت آقا رفتی بالا منبر گفتی زینب کبرا این ور و اون ور، من دوست دارم هم امام حسینی باشم هم اینجوری بگردم. گفتم از زینب دوست داری؟ گفت آره دوستش دارم که اومدم تو اومدی. گفتم من به شما میگم اگر امروز سال 1403 همین امروزی که من و تو داریم نفس میکشیم، اگه امروز زینب کبرا بین ما بود چگونه در کوی و برزن حاصل میشد؟ چجوری حاضر میشد این خانم؟ نستجیر بالله خاک به دهانم. این خانومی که وقتی بازار شام کردن، وقتی وارد مجلس شراب کردن، روایت مینویسه آستین لباس مبارک رو صورت گرفته بود که نامحرم نبینه. فقه ما میگه زن قصال داره زنی رو غسل میده، اگر مانعی ببینه برای غسلش باید بکنه. اگر این ناخونی که کاشته شده مانع رسیدن به آب به بدن این میت بشه، نجس در رون خاک میره، نجس دفن میشه، اگرم بکنه خون سرازیر میشه. این چه وضعیه؟ این چه حالیه؟ ما یه رفیقی داریم، هم خودش هم خانوم سنبالان تو قبرستان یه خونه‌ای بهشون دادن، هم غسل میدن، هم خانومه هم خودش. قسم میخوره، میگه پدر و مادر گریه میکنن، میگن بدون رضایت ما این کارا رو کرده، تو رو خدا موقع غسل دادن اینا رو بکن. یکی دو تا کندیم، دیدیم از انگشت خون میاد، از پلک داره خون میاد، نتونستیم غسل بدیم، کفن کردیم کفن خونی شدش. چه کار میشه کرد؟ چرا ما با وجود داشتن حب ابا عبدالله مسیر یزید رو بریم؟ این چه اسلامیه واقعا؟ چرا باید من لقمه رو دور سرم بچرخونم؟ کشتی امام حسین جای گناهکارا هست ولی جای گناه کردن نیست.